با نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز. خوشحالم که یک روز دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم از برنامه شام غریبان از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، در کنار یک پدری هستیم که اینا به چینگمی سرک کشتوزی میکنم. یک برادر به نام احمد شکیب جان از کشور آلمان که اینا 4 نفر خانواده از این هستم که سرسایه روزه و این برادر تکلیف معده دارم، بالاخره نتونستم روزه بگیرم. انمی کفاره روزه 2100 افغانی 300 افغانی هم به حساب پول سرسایه روزه میشد که جمله میشه 2400 افغانی که گفتم به می آزمایی بدن که واقعا ناتوانم. پدرم اینجا نشسته هم اینا نمیفهم دیگه چند نفر خرج خورم، بالاخره کشتوزی میکنم. خیرم اینا خدا واس برای از اینا کمکی بشده. کاکا جان همین 2400 افغانی از طرف یک برادر به نام شکیب جان امینا از کشور آلمان، هم کفاره روزه و هم سرسایه روزه 4 نفرم. اینا کار برای شما روان کردم، نتونستم که روزه بگیرم به خاطر که تکلیف میده داشتم. کاکا جان دعا میکنیم چند لحظه مساقط اوقات شما که ما میشیم. مقصد ما از شما خیلی چی میکنیم، بازم امون نفری که خیرات داده خیر بینه، خدا موفق کنه و به مراد دل خوب برسه. وای به زور روزی که کسی خیرات بده به تمام منطقه نفری پیدا نشه که بگیره، ولی هر کسی هم که خیرات بگیره هم ثواب داره، خیرات هم بده دوچند ثواب داره. بازم من مساقط اوقات شما ما شدیم که چند لحظه کار خودم تعطیل کردیم به خاطر همین خیرات که شما بجیم ما برای شما میدویم که بگیرین. وای به زور روزی که کسی نگیره، انا خدا قبول کنه، خدا به مراد عمل برسونه، خیر بینه کمی کارا بکنه. دعا بکنیم مسلمان خدای پاک شفای بده. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار، عذاب الموت، عذاب فوت، عذاب الگور. خدا جمله الاسلام از اشرق تا مغرب آبادم تا ایدم عزیزم تا روز قیامت بیامرزه. بخصوص پدر مادر از اونا و قوم خویش از اونا، جمله الاسلام مومن مسلمان. 7 طبقه زمین و آسمان ملائکه هم خوشنود باشه به خاطر خیرات که داده و دوباره هم همین خیرات ها رو به هر جا ادامه بده که از مشکلات ها او بچ شه. توکل با خدا، با امید خدا که همین کار کرده بلکه به مراد خوب برسه. امین به رحمت کنه. خب بینندگان نازنین، هر برادر که هر کمک داره به این مسکینا بدم، انشالله به جلو همین دوربین اما انشالله به زود شخص تسلیم میکنیم. خدای پاک برای شما بازیرت و آخرت مزد بده. تشکر از شما که ما تا به این لحظه تحمل کردیم. بینندگان عزیز، تا به فردا شب شما رو به الله پاک نازنین میسپریم. خداحافظ و نگهدار شما. کاکا جان خداحافظ. خداحافظ، تشکر، خیلی خیر.